سرخط خبرها اعلان 200,000 سومانی مکافات برای یافتن گمانبران آدمکشی، بازداشت ساکن پایتخت برای فریب مهاجران و پیروزی رکوردی نورالله علیف در UFC. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز. آغاز هفته نو است. امیدوارم خوبید. شما برنامه نویدی بامدادی را از استودیوی مرکزی شهر دوشنبه تماشا دارید. امروز دوشنبه 13 ینور. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با وعده 200,000 مکافات پولی از ساکنان خواسته است که برای آشکار نمودن دو جنایت مساعدت کنند. بنابر نوشته ریاست کافتکاوی جنایتی وزارت، شب 6 و 7 دکبر سال سپری شده در شهر وحدت محمد علی حیاتوف ساکن دهه بونغورا و روز 5 دکبر تاج‌الدین اولیموف ساکن دهه بهارستانی همین شهر کشته شدند. مقامات با پخش این اعلان گفتند مکافات پولی به شخصانی داده می شود که برای معین کردن حالت‌ها و بازداشت گمانبر شدگان معلومات با اعتماد و دقیق آید به این جنایت‌ها پیشنهاد نمایند. مخفی نگاه داشتن شخصیت و تامین امنیت شخصی مساعدت کننده کفالت داده شده است. در گذشته هم وزارت کارهای داخلی برای بازداشت یک گمانبر در حمله راننده تاکسی 100,000 سومانی مکافات پولی اعلان کرده بود. گمانبر را پس از 2 ماه اعلان دستگیر کردند. سال 2024 فعالیت 651 انشاءات موقتا از فعالیت بازداشته شده است. در جلسه نتیجه گیری از فعالیت سال سپری شده وزارت تندرستی تاجیکستان سببی منع فعالیت انشاءات جوابگو نبودن به طلبات سانیتاری و گیگینی گفته شد. در همین حال در جلسه وسیع که با اشتراک وزیر تندرستی جمال‌الدین عبدالله‌زاده و معاون نخست وزیر دلربا منصوری برگزار گردید، مشخصاً گفتن نشد که انشاءاتی فعالیتشان منع شده کدام هایند. بنا به خبر وزارت، سال گذشته کارمندان این نهاد در تقریباً 17,000 مؤسسه جهت مطابق بودنشان با معیارهای سانیتاری و اپیدمیولوژی سنجش گذراندند. در نتیجه این سنجش‌ها نسبت بیش از 11,500 شخص مسئول پروتکل ترتیب داده شده است. یک ساکن 24 ساله شهر دوشنبه با گمان فریب مهاجران دستگیر شده است. مهاجران فریب خورده گفتند این جوان از آنها صدها هزار روبل روسی گرفته است. گمانبر شده شهرام بیگوف در گروه‌های تلگرام کانال مهاجران خود را همچون حجتگزار و راننده تاکسی معرفی نموده از کار افتادگان توسط همیان الکترونی پول می‌گرفت. خبر داده است پلیس شهر دوشنبه. تا این زمان بیش از 20 حالت مردم فریبی شهرام بیگوف معین شده. به گفته مقامات ضرری به مهاجران رساندن او بیش از 500,000 روبل روسی را تشکیل می‌دهد. حالا نسبت به بیگوف تفتیش ادامه داشته، نظر خود او به این قضیه دسترس نیست. چند روز قبل خدمات علاقه تاجیکستان بر اساس شکایت ساکنان 3 شرکت مخابراتی را جزا داد. شرکت تیسل 6 میلیون سومانی، میگافون تاجیکستان 5 میلیون سومانی و تاجنت 3 میلیون سومانی جریمه شدند. این جریمه بندی در اساس شکایت‌های ساکنان به خصوص اهالی دهه‌ها صورت گرفته است که گفتند بعد خاموش شدن برق، علاقه و اینترنت قریب کار نمی‌کند. این دفعه همکاران ما از ساکنان پرسیدند که آیا از صفت علاقه موبیلی و اینترنت راضی هستند و در منطقه آنها اینترنت چگونه کار می‌کند. میونه زور بر نیست. سست بگم نمیشه. اینترنت مود سست. با فکرم ها برای کسی نباشه اینترنت ساز کار نمیکنه. اگر ساز باشه اینترنت کار میکنه. اگر به سویت هم کار میکنه یا ساز شما من سوزه ای دیگر رو نمیدونم چه سوز کار میکنه. همین را کم تر کار کردن آخه همین کار سوی را وای بسفت مونن هم تکنولوژی بسفت مونن این قسم پرابلم نیست با فکر کمپانی بودن زور شمونن مردم با ازور استفاده. اکجان ما اینترنت کار نمیفهمم اینترنت نداره کار نمیفهمم من اینترنت سینس اینترنت درس میرم اینترنت دقیقا کار نمیفهمم کجا. روز کده که اینترنت سست میچسبه میسته یا 160 من خمس برو ای تو میچسبونه میگه راسیانو میگه قسم بسیار نیست برده میگه قیمت یا 160 من یا موش کما یا خدا ما همین یا وقت نیست بسپوری بعد که علاج میکنی نه که در کار که همیشه هم که قنوات کرده گشته است میگه چون ما یک بگم راستی ما هم تلفن است من استفاده نمیبرم برای همین معقول نشده یکون چیز استفاده نمیبرم تلفن عموما نمیفهمم
همین یکون کس اگر تلفن کنم یک کنم کاش همه جکم آلیو میگم نباشه یکون کس تلفن کوی ترید اینترنت هم فهموش کنم استفاده نمیبرم کجا میدم استفاده نمیبرم مالش کاری بینندگان عزیز شما هم می توانید نظرهایتان را زیر این برنامه برای ما نویسید. رزمکار تاجیک نورالله علیف در محاربه‌های آمیخته یا MMA در مسابقات UFC 249 که شب 12 ینور در شهر لاس وگاس آمریکا گذشت در وزن سبک جو سولکی آمریکایی را مغلوب کرد. از روی نتیجه های 3 راوند با قرار یک دیلانه داوران رزمکار 25 ساله تاجیک نورالله علیف پیروز دانسته شد. نورالله علیف اولین ورزشکار از تاجیکستان است که به سازمان UFC داخل شد و تا حالا شکست ناپذیر می باشد. او در 10 قوه آزمایی از آن جمله 2 تایش در UFC دست به بالا شده است. نورالله علیف در اولین رقابتش در مسابقات UFC وگاس 70 ماه فوریه سال 2023 در شهر لاس وگاس ایالت نوادا آمریکا رافائل آلویس برزیلیایی را با تصمیم داوران شکست داده بود. او از سال 2018 در محاربه‌های رزمی آمیخته شرکت می‌ورزد. شبکه تلویزیونی NBC نیوز روز 12 ینور خبر داد که تعداد قربانیان سوختار عظیم در لس آنجلس آمریکا به 16 کس رسید. 13 تن دیگر بدرک هستند. سوختار در این منطقه زیستی ثروتمندان روز 7 ینور سر شد. آتش تاکنون در بیشتر از 15,000 گکتار پهن شده زیاده از 12,000 بنا را ویران کرده است. مقامات محلی به دلیل دود غلیظ زهرآلود وضعیت اضطراری اعلام کردند. پرزیدنت آمریکا جو بایدن سوختار را در لس آنجلس فلاکتی بزرگ دانست. شرکت معلوماتی اکووزا ضرر اقتصادی این آفت را 135-150 میلیارد دلار حساب کرده است. بخش یک روز تاریخ را همراه می‌بینیم که از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. مقامات روسیه ماه ینور سال 2020 گفتند در زندان‌های این کشور بیش از 6800 شهروند تاجیکستان هستند که اکثرشان برای نقض مقررات مهاجرت پشت پنجره انداخته شدند. شهروندان تاجیکستان که در مجموع با هدف دریافت رزق و روزی به شهرها و منطقه‌های روسیه سفر می‌کنند، گاهی برای جنایتکاری بازداشت می‌شوند. 15-20 سال پیش شهروندان تاجیکستان در عموم با اتهام قاچاق مواد مخدر متهم می‌شدند. یک سیاره خرد در نظام آفتابی را انجمن ستاره شناسانی جهان به نام استرونومی تاجیک گلچهره قاهره و گذاشته است و این 8مین جرم آسمانی است که نام دانشمند از تاجیکستان را میگیرد. این معلومات ینوری سال 2015 به تاجیکستان رسما اعلان شد. سیاره که سال 2001 در رصدخانه لاول آمریکا کشف شده است به زمین خیلی نزدیک بوده. دیامتر یا قطرش 10 کیلومتر است. گلچهره قاهره و گفت تصمیم بیانگری سطحی بلندی علم نجوم شناسی در تاجیکستان است. 13 ینوری سال 2020 اکادمی سینمای آمریکا فیلم انیماسیونی ساخته یک زاده تاجیکستان را به حیث نامزد به جایزه معتبر اسکار ثبت کرد. دریا کشیو کودکیش را در دوشنبه گذرانیده بعداً به روسیه کوچید و در جمهوری چخ هنری مولت فیلم سازی را صیقل داد. فیلم دختری او که به اهمیت مهر و محبت اویلوی تاکید میکند اسم کشیو را به حیث فیلمسازی با استعداد جهانی معرفی کرد. بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین معین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است به 110 سومانی، 100 یورو به 1127 سومانی و 100 دلار به 1094 سومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. تا فردا در همین وقت و ساعت خدا نگهدار.